ل آ سه. بگو چه؟ پرتقال. این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای دلنگونی که خودش تو گرداب بدبختی‌ها کج و کوله شده و بعد میخواد به بسیجیای وارفته اینطوری روحیه بده که درسته که دشمن دستگاه اطلاعاتیش قوی است، دستگاه محاسباتیش قوی است، نیروهای مسلحش خوبن، پولم که زیاد داره، اینا همه به جای خود محفوظ، اما کاملا امکان پذیره که محاسبات او را انسان به شکست دچار کنه، مواجه کنه با شکست. البته از اونجایی که بسیجی‌ها درب و داغون‌تر از این حرفان، مجبور میشن با اتوبوس و ساندیس جمع جورشون کنن. طبق روال هر سال این ماشینا رو بردن پرش کردن، گوسفند رو بردن ریختن توی خیابون برای روز قدس. مگه خمینی نگفت قرآن شهر رو خدا آزاد کرد؟ خب قدس هم خدا آزاد کنه. این هم یه نمونه از خاص خرجی‌های عظما برای سگ و سیله‌های بسیجیش. سلام هموطنان عزیز، این پک که شما میبینین مال کارکنان از طرف بسیج قرار بود به مردم بی‌بضاعت بدبخت و فقیر بدن که متاسفانه یک نفر انسان فقیر از اینا استفاده نکرد، همه رو دادن پرسنل بسیج و سپاه. در جریان باشه این پک رمضانی برای فقیر فقرا بود که دست بسیج و سپاه افتاد. اما هیچ کدوم از این کارا دردی از عظما دوا نمیکنه و ته خط مردم حسابشون رو میرسن. اینجاست که آخوندهام از ترس پریشون شدن عمامه هاشون از این کلیپ ها ضبط میکنن و میفرستن تو مجازی. تو کشوری زندگی میکنیم که هممون ادعای مسلمونیمون میشه، ولی هممون داریم حسرت زندگی کفار رو میخوریم. البته وضع خیلی خرابتر از این حرف هاست. شور تو نظام ولایت به اینجا هم رسیده. سخن از عزت کردن. کدام عزت؟ شما عزیزید؟ مردم ایران عزیزن؟ شما که ذلیل کردید همه را، ذله کردید همه را. او اعتبار پاسپورتتونه، این فقر و فلاکتتونه، این خط فقره، این مهاجرتی است که همه دارن از وطنشون فرار میکنن. این عزته؟ پایین آوردن تابلو شیخ نمر اوج ذلتتان بود، اوج ذلت. 8 سال ستیز غیر عاقلانه به خاطر شهوت بعضی از آدمها و بعضی از جریانات ذلیل شدید. او شعارهایی که راجع به شیخ نمر دادید، شهید، شهادت، رفتید آوردید پایین. مگه عزت و ذلت چیز عجیب و غریبیه؟ و بیش از این به ذلت تن خواهید داد. عظمای مشنگ چند روز پیشا کل کشت و کشتار کرونا رو انداخت گردن خارجی ها و اینطوری گفت تحریم دارویی اگر بتونن کشورهای غربی، یک کشوری مثل ایران رو حالا بتونن از مواد غذایی لازم محروم کنن میکنن. اگه میتونستن شک نداشته باشید، همچنانی که داروهای لازم رو ممنوع کردن، اون وقتی که واکسن لازم داشتیم پولشو گرفتن، واکسنشو ندادن. در سال 99 کرونای ولایت فکر کرده همه مثل خودش مشنگن و این حرفاشو یادشون رفته. در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خب خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. نجم RPG ها هم اومدن در مورد جایگاه زن تو نظام جلوی عظما شعر بخونن. نتیجهش این شد فقط آفرین های عظما رو داشته باشید. هم مادر و مادر بزرگم خانه‌دارند، این شغل مادرزادیم را دوست دارم. البته اینطور نیست که نجم RPG ها فقط تو خونه باشن.
بیرونم میان، منتها برای سرکوب. اینم تبلیغ سرکوب. محبوبیت عظما تو کشورهای مختلف به قدری زیاد شده که حتی اسم شطورشون رو هم میذارن خامنه‌ای. What is this camel's name? This is name is Khamenei. اجناس چینی تو بازار کم بود، زبان چینی هم اضافه شد. زبان‌هایی که از قبل بودند زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و روسی بوده. الان زبان‌های چینی و عربی هم به عنوان زبان خارجی. این غیر از اون عربی زبان قرآنی که برای همه دانش آموزان به عنوان یک درس اجباری هست که همه باید بخونن. احتمالاً معلمش هم این آخوند بنجل چینیه. درسته. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. چی جن جو چفو سینجی خطد خویی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اصحاب رسانه به بنده میگن آخوند چینی. حالا من یه چیزی هم جالب عرض کنم خدمتتون که بدونین در زبان چینی همه لغت ها عوض میشن. مثلا چینی ها نمیگن اینجا چینه، میگن اینجا جونگواست. چینا میگن جونگوا، آلمان دگوا، فرانسه فگوا. اسمها عوض میشه. اما این اسم آخوند در زبان چینی میشه آخوند. آخوند هیچ عوض نمیشه. بعد از انتشار کلیپ‌های هموطنانمون از تفاوت قیمت تو اروپا و ایران، آخوندا این بسیجی رو فرستادن ونزوئلا تا به مردم ایران بگه قیمت‌ها تو ایران خیلی هم مناسبه. اومدیم وارد سوپرمارکت شدیم، من شوکه شدم. اینجا اروپا نیست، اینجا آمریکا هم نیست، اینجا فقط کاراکاس ونزوئلاست. یه خوشه انگور 4035 سانت، تقریبا $5. 3 تا نارنگی $2.39. اینا نگاه کنید. 2 تا هلو $5.70. خدا بده برکت از نعمتهای جمهوری اسلامی هم لذت ببرید. تیویریش اومده برنامه جذاب درست کنه. یه عده رو میاره که مردن دوباره برگشتن، بعد دارن از تجربیات مرگشون میگن. این تجربه مرگ یا کمدی استندآپ؟ یه دشت بزرگی گفتن تمام میمون، سبحان الله، قرمز، بیابون. یه دشت بزرگی تمام خوک، یه دشت بزرگی تمام کتوسک، یه دشت بزرگی تمام کرم سبز انگور. کتوسک یعنی طولسک. درست؟ آقا این دشت یک اولی که من خدا میمونا بودن، تو این یه میمون صدا ما میزد، پساراجی شما رو صدا میزد. آره این میدونست، مرا میشناخت دیگه قشنگ، که مثلا حاجی تو محلشون. آقا نگاه کردیم کسی اینجا نیست، اشاره کرد با دست همین میمونیش که فلانی من دارم تو را صدا میزن. سبحان الله، تو کی هستی که مرا میشناسی؟ صدا میزنی و آره میمون صدا میده. آره حالا این میمون از نظر قد از همه ارتفاع بالاتر، قدش بلندتر. گفتم شما کی هستی؟ گفت من فلانی ام. خودش هم معرفی کرد. توی این اوضاع و احوال شیخ فری هم از سوراخش بیرون اومده تا برای اصلاحاتی‌های تاریخ در رفته روزه تحول بخونه. ما باید با یک تحول جدیدی مواجه بشیم. کشور نیاز داره به یک تحول، به یک تغییر، به یک اصلاح، به یک تکمیل. فکر میکنم هیچ اختلاف دیگه نیست الان. حالا چه یک کسی اگه معترض هست دنبال تحوله، اگر
مطالبه‌گر دنبال تحوله و این خیلی مهمه که واقعا یک ملتی در سال جدید دنبال تحول باشه. تحولی که مردم میخوان باید یک تحول ملموس باشه. احتمالاً منظور شیخ فری از تحول یه چیزی تو این مایه هاست. در پایان توجه شما رو به یک کار هنری جلب می‌کنیم که اسمش هست آتش زیر خاکستر.